در طرح نوی شناسنامه‌های ملی یا خود کارت ایدنتیفیکاسیونی پلاستیکی که به استفاده داده شده است، معلومات اصلی مربوط به هویت شخص ذکر شده، معلومات درباره ملت شخص حذف شده است. این شناسنامه پلاستیکی که چند ماه است به استفاده داده شده است، جایگزین پاسپورت‌های داخلی شهروندان تاجیکستان است. در گذشته در شناسنامه‌های داخلی شهروندان تاجیکستان که از سن 16 سالگی صادر می‌شود، در برابر ذکر مکان اقامت، وضع عائلوی، سابقه زندانی شدن شخص، ملت صاحب این حجت هم ذکر می‌شد. مسئولین میگویند که طرح کارت‌های پلاستیکی یا شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان 3 سال پیش تصدیق شد و حالا در صورت ختم مهلت اعتبار شناسنامه داخلی شهروند، صاحب آن دارای چنین کارت پلاستیکی نو می‌شود. حذف شدن ملت شهروند در کارت پلاستیکی را حقوق‌شناسان یک تجربه بین‌المللی می‌نامند و میگویند در اکثر کشورهای جهان تجربه ذکر ملت شخص کیهاست بکار شده است. چون این تجربه در کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا، دولت‌های عضو اتحادیه اروپا و دیگرها وجود دارد. ولی از نظر برخی نمایندگان اقلیت‌های ملی، مسئله حذف شدن ملت شخص در شناسنامه نقض حقوق انسانی است، چون که در این صورت اگر هم اون نماینده ملت دیگر باشد، همچون شهروند تاجیکستان قبول می‌شود. ولی سلطان اسرائیلوف، یک ساکن ازبک‌تبار تاجیکستان، برعکس این مقررات نو را استقبال کرد و گفت این بهترین نوع شناسنامه است، چون دیگر کسی به ملت توجه نمی‌کند. او گفت در گذشته چندین دفعه محض ثبت ملت در شناسنامه برای او در قبول شدن به کار مشکل ایجاد کرده بود. عمر جان امامعلی، سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، گفت ذکر نشدن ملت در شناسنامه‌های ملی که در داخل کشور استفاده می‌شوند بر اساس خلاصه آموزش یک کمیسی از سال 2014 گرفته شده است. او گفت از سال 2014 همین نمود شناسنامه را دادستند. این فقط به خاطر معین کردن همون شهروندی همون شخص است. فقط شهروندی را شهروندی تاجیکستان فقط قید کردن، ملت در اونجا نشان ندادند. خلاصه همون کمیسی که سال 2014 با کمیسی مشترک بود وابسته به همین ساختن شناسنامه نو و خلاصه آمدن که تجربه دولت‌های پیشقدم ما نظر گرفتند و به خاطر که در دولت و خلق ملت‌های گوناگون زندگی میکنند، به خاطر اینا هم خیلی راه‌اندازی کردن. حفیظ بابایاروف، پژوهشگری که هویت تاجیکی را تحقیق کرده است، در یک صحبت کتبی بر رادیو آزادی گفت احتمالاً این در پس منظر تجربه امریکا و آلمان گرفته شده است، اما با گفته او وضع تاجیکستان به کلی از این کشورها فرق میکند. با گفته این پژوهشگر تاجیک، هنوز فهمیش ملت چون مفهوم شهروندی تشکل نیافته است، یعنی هر کس شهروندی این یا آن کشور را دارد باید ملتش نیز به همان کشور منسوب باشد. اما با باور حفیظ بابایاروف اینجا یک مشکل باقی میماند که به تبر تقسیم منطقه به جمهوری‌های قوم بنیاد در اول عصر 20 از طرف حکومت شوروی برمیگردد. حفیظ بابایاروف میگوید در کنتکست امروزه آسیای مرکزی ثبت نکردن قومیت در شناسنامه ضرور است، فقط اگر دیگر کشورهای منطقه نیز چون این تصمیم گرفته باشند، وگرنه نابرابری مناسبت‌های حقوقی در بین کشورهای منطقه به بار خواهد آمد. تاجیکستان حالا یگانه کشوری آسیای مرکزی است که در شناسنامه داخلی و خارجیش ملت را حذف کرده است. در شناسنامه‌های داخلی و خارجی ازبکستان و قرقیزستان ملت مخصوص تأکید شده است.